زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقت دیگر مستقل تر شدند. با وجود این رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی احسان می‌خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهینامه رانندگی خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد. یک سال طرف تربیه معلم محترم این حرکت میکنیم روی جاده دیگه خانم‌ها هم زیاد طرف مدیدن، علاقمندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بتین. میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد. شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشه. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است. مژده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهینامه‌اش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت‌های دیده است. ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دچار هستیم. از اداره بازرسی نقلیات ولایتی بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهینامه رانندگی گرفتند. خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حذف کردند. اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمیگذارند. خودشان میگویند هنگام رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت میبینند.